سلام به شما همراهان خوب رسانه ایران وایر. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید خوب و سلامت باشید. من رقیه رضایی هستم، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر و این هفته هم جمعه مثل همیشه ساعت 7:30 شب به وقت ایران در خدمت شما هستیم برای مرور اخبار نقض حقوق بشر و اخبار مهم استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق بلوچ‌نشین استان‌های مجاور. مثل هر هفته فریبا بلوچ، دوست همکار نازنینم، فعال حقوق بشر و برنده جایزه زنان شجاع سال 2024 هم همراه من خواهد بود. این هفته ما مشخصاً بیشتر راجع به در واقع پرونده شکایت خانواده های دادخواه جمعه خونین زاهدان صحبت خواهیم کرد. هفته پیش آقای موحدی راد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که بررسی این پرونده به اتمام رسیده و احکام در دادگاه نظامی صادر شده. متهمان پرونده که او از اونها به عنوان ماموران خاطی یاد کرده در واقع از اتهام قتل عمد تبرئه شدن و برای اونها حداکثر حکم یعنی 10 سال حبس صادر شده. اما فعالان بلوچ میگن که با توجه به اینکه در واقع گزارش هایی که بیرون میاد یا اطلاع رسانی حکومت بسیار غیر شفاف، نه اسامی اعلام شده، نه تعداد اعلام شده، نه در واقع جزئیاتی در مورد این پرونده علنی شده، امکان این که این دادگاه بیش از همیشه در واقع نمایشی بوده باشه و احکام صادر شده به هیچ وجه اجرا نشن وجود داره. من ازتون اجازه میخوام که با این مقدمه فریبا جان رو اضافه کنم به برنامه این هفتمون. فریبا جان اگه منو میبینید من شما رو دوستان عزیزی که به ما تازه پیوستین، این برنامه لایو هفتگی ایران وایر برای مرور اخبار نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق بلوچ‌نشین استان‌های مجاوره. ما این هفته در مورد موج بازداشت‌ها همزمان با در واقع حکمی که دادگاه نظامی برای متهمان پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان که در اون بیش از 100 شهروند بلوچ از جمله 10 کودک با ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی کشته شدن صحبت می‌کنیم. خب به نظر میرسه که خانم بلوچ امکان این که بیان داخل لایو رو ندارن. من دوباره سعی میکنم که ایشون رو دعوت بکنم. سلام فریبا جان، احوال خوب شما؟ هستش. سلامتی. برم مرسی، شما چطورین؟ خوبم مرسی. امیدوارم شما و دوستان عزیزم خوب باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که همراه ما هستن و دوستانی که بعداً به ما میپیوندن. خیلی ممنون. فریبا جان من داشتم خدمت همراهان عزیزمون توضیح میدادم که در واقع موضوع این هفته ما بیشتر در مورد پرونده‌ای هست که بیش از 2 سال و 4 ماه در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی در جریان بعد از کشتار شهروندان بلوچ در 8 مهر 1401 که بعدها نام جمعه خونین زاهدان رو به خودش گرفت، در واقع بسیاری از خانواده های دادخواه به دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی شکایت بردن از مامورانی که فرزندان اونها رو کشته بودند. اما حالا بعد از 2 سال و 4 ماه تقریبا موحدی راد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته که به قول او ماموران خاطی
در واقع تبرئه شدن از اتهام قتل عمد، چون که دستگاه قضایی نتونسته تشخیص بده که تیر از سلاح کدوم یکشون شلیک شده و به کی برخورد کرده، در حالی که ما میدونیم که ویدیوهایی وجود داره که به وضوح در واقع نشون میده که چه اتفاقی داره میفته. این ویدیوها رو در یه مستند قبلا ایران وایر به همکاری با خود شما در واقع منتشر کرده، قابل دسترسی هم در شبکه‌های اجتماعی ایران وایر، هم در یوتیوب و وبسایت ایران وایر. چی میدونیم از حکمی که صادر شده و اینکه احکامی که صادر شده در واقع، و چرا فعالان بلوچ میگن که این دادگاه ها نمایشیه؟ این دادگاه نمایشی بوده. بله، مرسی روغا جان از توضیحات بسیار مفیدتون. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که با ما پیوستن الان و مرسی که همراه ما هستید و ممنون میشم که این لایو رو همین ابتدا به اشتراک بذارید. بله متاسفانه روغا جان بعد از حدود 2 سال و 4 ماه همونطور که شما گفتین، بعد از جنایت جمعه خونین زاهدان که در واقع یک جنایت علیه بشریت ازش به عنوان اون و یک نسل کشی یاد میشه که هیچ وقت از خاطر و ذهن مردم بلوچستان پاک نمیشه این جنایت، که در اون روز 8 مهر 1401 بیش از 120 نفر انسان بیگناه، کودک، زن، جوان، پیر، سالخورده، اینها در حالی که فقط برای ادای نماز مسجد رفته بودن و با شلیک گلوله های ماموران جمهوری اسلامی کشته شدن و بیش از 300 نفر زخمی شدن. و حالا بعد از 2 سال و نیم از اون ماجرا در دادگاه‌های نمایشی، که البته دادگاه‌های نمایشی وقتی در مورد دادگاه‌ها صحبت می‌کنیم فقط 2 تا دادگاه در این مدت این 2 سال تشکیل شده و علت این که میگیم نمایشی چی هستش؟ به خاطر اینکه خب همونطور که شما هم اشاره کردید و من هم گفتم و همه رسانه‌ها در این 2 سال در موردش صحبت کردن، بیش از 100 انسان بیگناه در اون روز کشته شدن و زخمی شدن. کسانی که زخمی شدن هیچ وقت دیگه به زندگی عادی خودشون برنگشتن، فلج شدن، پاشون از دست دادن و زندگیشون به سختی میگذره. ولی برای این بیش از 100 نفر و 300 زخمی فقط 2 تا دادگاه تشکیل شد که در اون دادگاه به همه در واقع دادخواهان، چه کسانی که فرزندانشون کشته شده بود چه کسانی که زخمی شده بودن، اجازه حضور در این 2 تا دادگاه نمایشی داده نشد و حتی در دادگاهی که تشکیل در دومین دادگاهی که تشکیل شده بود افرادی به عنوان شاهد بودن که مأمورانی که به سمت مردم شلیک کرده بودن رو شناسایی کرده بودن و می‌خواستن وارد دادگاه بشن که شهادت بدن، حتی اونها رو هم راه ندادن. و حتی در زمانی که دادگاه وجود داشته، یعنی در برگزار شده این دادگاه، افرادی هم که همون چند نفر از خانواده‌هایی هم که در داخل دادگاه حضور داشتن، وقتی که می‌خواستن صحبت بکنن با در واقع یک برخورد خیلی تند باشون رفتار میشد و در همین احکامی که صادر کردن خب خیلی خیلی نمایشی هستش و خیلی غیر عادلانه هستش. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم با اون احکامی که حکومت جمهوری اسلامی مخصوصا در طی جنبش زن زندگی آزادی برای معترضین صادر کرد، کسانی که به خاطر به قول خودشون آتش زدن یک سطل زباله یا مثلا به اتهاماتی که هیچ وقت ثابت نشد، مثلا کشته شدن یک مأمور بسیجی یا زخمی شدن یک مأمور بسیجی دیگه، 3 نفر رو اعدام کردن و ما شاهد این بودیم که محسن شکاری حتی بدون اینکه چیزی برای اون اثبات شده باشه گفتن که مثلا یه مأمور رو زخمی کرده یا مثلا چاقو همراهش بوده، در صورتی که این اصلا ثابت نشد و یک جوان رو اعدام کردن. یا مثلا محمد کریمی، محمد حسنی، اینا همه به خاطر همین مسائل اعدام شدن. بعد در این دادگاه نمایشی برای بیش از 100 نفر میان چند نفر رو فقط محاکمه میکنن و میگن که ما مأموران دیگر رو نتونستیم شناسایی کنیم. تازه رقیه جان این افرادی هم که محاکمه شدن گفتن که مثلا ما فقط به پرونده کسانی رسیدگی میکنیم که اون روز در اطراف مصلی و مسجد و کلانتری مثلا بهشون شلیک شده، اون روز و خودشون این
رو اقرار کردن که اون روز در سطح شهر ماموران در همه جا پراکنده بودن و به سمت مردم شلیک میکردن و ما نمیدونیم که اونها از چه نهادی بودن. به همین خاطر مطمئن نیستیم که مثلا بتونیم کسی رو مثلا محکوم کنیم یا مثلا به دادگاه اونها رو بکشونیم. و همین چند نفر اول بیشتر بودن و بعد گفتن که چون مشخص نشده و هیچ شاهدی وجود نداشته یا مثلا دوربین های مدار بسته که خانواده های شهدا بارها خواستن که اینها بررسی بشن، یا حتی ما میدونیم که روی لباس بسیاری از این ماموران دوربین هستش، یعنی اونا رو هم میتونستن چک بکنن، اما هیچ کدوم از اینها چک نشده. و طی یک دادگاه بسیار نمایشی که همین حکم 10 سالی که به چند نفر، فقط 3-4 نفر فقط نبودن که به سمت مردم شلیک کردن، در تمام اون ویدیوهایی که ما دیدیم از جمعه خونین زاهدان فقط همون توی بالای دیوار کلانتری یک عالم مأمور بودن که داشتن به مردم شلیک می‌کردن. ویدیوها هستش. ولی بعد حکم 10 سال و خب این حکم 10 سال هم هیچ کس، مردم میگن همینم، یعنی هیچ کس اعتقادی نداره، این مطمئنن که این اجرا نمیشه. ما شاهد بودیم که برای ابراهیم کوچکزایی به دختر 15 ساله بلوچ تجاوز کرده بود چی شد؟ هیچ حکمی براش صادر نشد، به یک شهر دیگه منتقل شد و سمت بالاتری گرفت و مردم میگن که مطمئنا این 10 سال هم که نمایشی بوده اجرا نخواهد شد. و اونها در این احکامی که صادر کردن، چیزی که گفتن، بسیاری از خانواده ها میترسیدن شکایت بکنن، بسیارشون شناسنامه نداشتن، بسیارشون خانواده اولیای دمشون مشخص نشده. و این یک، ببخشید این کلمه رو به کار میارم، یک دروغ آشکار و محض هستش. بسیاری از کسانی که مجروح شدن یا شهید شدن، ما از خدانور لجهی گرفته، از محمد اقبال گرفته و بسیار دیگه از زخمی ها، اینها شناسنامه نداشتن. شناسنامه که هویت هر شخصی هستش، هر شهروندی هستش و دولت اون کشور موظف هستش که به شهروندانش بده. نه تنها به بچه‌ها شناسنامه ندادن، بلکه به همین بی‌شناسنامه ها هم شلیک کردن و بعد اونها رو تحت فشار قرار دادن برای رضایت دادن. و وقتی هم که میگفتن اگر شما رضایت ندین اخراج میشید به عنوان افغانستانی، و یه جایی هم ادعا کردن که بسیاری از این افرادی که شناسنامه ندارن افغانستانی بودن، در صورتی که 2 تا شهروند افغانستانی در این روز کشته شدن که اونها هم احراز هویت شده بودن و نامشون منتشر شده بود. ولی این چیزی هستش که نشون میده که خون بلوچ هیچ وقت برای جمهوری اسلامی ارزش نداشته. و این دادگاه نمایشیه به خاطر اینکه در این 2 سال خب به توجه جامعه بین‌الملل، جامعه جهانی در واقع جلب شد به این جنایت خونین و جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه این دادگاه نمایشی رو در 2 تا دادگاه رو برگزار کرد که بگه که بله ما این یک اشتباه بود، خاطیان در واقع مجازات شدن و این کار رو انجام. در صورتی که ما میدونیم که خاطیان و کسانی که این کار رو انجام دادن افراد بالادست هستن و چند تا سرباز رو فقط به صورت فرمالیته آوردن اونجا محاکمه کردن و این چیزی بود که برای همه روشن بود. ما من و شما گزارشی کار کردیم که اتفاقا امروز هم منتشر شد با چندین خانواده از بچهای خانواده‌های شهدا، یعنی اعضای خانواده شهدا و زخمی‌ها که من داشتم صحبت می‌کردم و مصاحبه می‌کردم، همشون تهدید شده بودن به رضایت دادن و مثلا بیان دیه بگیرن و خب بسیاری از اونها نسبت به این مسئله عکس‌العمل نشون داده بودن و نپذیرفته بودن. بچه‌هایی که شناسنامه نداشتن میگفتن که ما رو تهدید کردن که شما رو از کشور اخراج می‌کنیم اگر رضایت ندین. ولی اگر رضایت بدین، یکی از خانواده‌ها گفتن که اگر بیاید رضایت بدید و شکایتتون رو پس بگیرید به شما شناسنامه میدین، یعنی حقی که ازشون گرفتن رو در قبال کشتن بچه‌هاشون و دادن رضایت می‌خواستن همون حقی که مال خودشونه بهشون برگردونن. ببخشید من خیلی صحبت کردم، حالا در ادامه اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم، بحث در واقع فشارهایی که روی خانواده ها بوده برای گرفتن رضایت ازشون. به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی به رغم این که در واقع سعی کرده در تمام این 2 سال و چند ماه در واقع واقعیت رو انکار بکنه، از اون طرف در واقع فشار رو هم بر خانواده ها آورده برای اینکه اگر که صداهایی وجود داره که نام این عزیزان رو فریاد میزنه، اگر که صداهایی برای دادخواهیشون وجود داره که قطعا وجود داشته، اونها رو هم ساکت بکنه. اما خیلی از خانواده ها همونطور که خود شما هم گفتین رضایت به این امر ندادن
حتی دیه رو با وجود فشارهای اقتصادی که دارن تجربه میکنن، با وجود اینکه از قبل در فقر در واقع تحمیل شده بهشون از سوی حکومت بودن، به واسطه اینکه بلوچ بودن، سنی بودن، و الان هم با در واقع از دست دادن عزیزشون، از دست دادن زندگیشون در وضعیت بسیار بغرنجی هستن، اما این رو نپذیرفتن. همچنان دارن بر امر دادخواهی، بر امر محاکمه آمران و عاملان، من این دو عبارت رو خیلی کنار همدیگه میبینم. یکی از اعضای خانواده ها تو مصاحبه با ایران وایر گفته بود که شخص خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه تو این زمینه، به واسطه اینکه بدون فرمان در واقع نیروهای نظامی ارشد چنین اتفاقی نمی افتاده. مدارکی هم وجود داره، یعنی ویدیوها و در واقع مدارکی هم از روز جمعه خونین زاهدان وجود داره که نشون میده، در واقع روایت هایی هم که ما خودمون بارها بازنشرش کردیم عذرخواهی میکنم، که نشون میده که در واقع این حمله از پیش تعیین شده، از پیش برنامه ریزی شده بوده. میشه بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین؟ اینکه دادخواهی خانواده ها تا به حال بر چه اصولی پایبند بوده، بر چه اصولی جریان داشته و حرف خانواده ها چیه؟ ببینید، خانواده ها خب همطور که اولش گفتم، خب به خیلی هاشون حتی اجازه حضور توی دادگاه رو نداشتن، مخصوصا خانواده های زخمی ها. و اتفاقا بعد از اینکه این مسئله پیش اومده بود، خب خیلی از خانواده ها عکس العمل نشون دادن و حتی بیانیه‌ای صادر کردن در این زمینه که توی اون بیانیه دقیقا همون صحبت شما این رو یک دادگاه نمایشی میدونستن و حتی مثلا خواستار شدن از جامعه بین الملل، از سازمان های حقوق بشری، که از جامعه جهانی، که نسبت به این مسئله عکس‌العمل بیشتری نشون بدن و جمهوری اسلامی رو نسبت به این مسئله پاسخگو بکنن و عاملان و آمران این جنایت باید در دادگاه‌های بین‌المللی مجازات بشن. حتی مثلا من توی این بیانیه که داشتم میخوندم به اصل خود مثلا 14 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی هم اشاره کرده بودن که مثلا این مسئله یک نسل کشی هستش و چجوری باید اینا محاکمه بشن. و جمله‌ای که خواسته بودن از مثلا جامعه بین الملل این بود که مثلا قبل از اینکه این مطلب رو بخوان، که گفته بودن که این جنایت چرا مثلا هنوز مورد پیگرد به درستی قرار نگرفت، مسئولان این جنایت چرا مورد پیگرد قرار نگرفتن، آیا محاکمه های نمایشی ابزاری برای فرار از عدالت و آرام کردن افکار عمومی نیست، چه اقداماتی باید برای حمایت از خانواده های قربانیان و تضمین عدالت انجام بشه. و از همونطور که گفتم از جامعه بین‌المللی، مخصوصا سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشری گفته بودن که وظیفه دارند که این جنایت رو بررسی بکنن، جمهوری اسلامی رو به پاسخگویی وادار بکنن و در دادگاه‌های بین‌المللی. و همونطور هم که قبل گفتم، گفته بودن که ما نمیبخشیم، فراموش نمی کنیم و خواهان در واقع اون محاکمه عادلانه هستن. ببینید، اینی که وقتی که خانواده ها میان میگن که ما خواهان محاکمه عاملان و آمران در دادگاه های بین المللی هستیم، خب کاملا میدونن، برای این مسئله آگاه هستن که تا زمانی که جمهوری اسلامی حکومت میکنه و در دادگاه های نمایشی جمهوری اسلامی، هیچ عدالتی برای اونها وجود نخواهد داشت. نه تنها عدالتی وجود نخواهد داشت، بلکه هر روزم تهدید میشن. حتی توی این بیانیه اشاره شده بود به مسئله فشارها و بازداشت‌های حتی اعضای خانواده و خیلی از افراد دیگه که بعد از جمعه خونین زاهدان بازداشت شدن و هیچ کدوم از اونها آزاد نشده بودن. یعنی حتی اونها نه تنها کسی رو محاکمه نکردن و همین 10 سالم که قابل اجرا نیست 100% برای این ماموران، بلکه اون بسیاری از بازداشتیان جمعه خونین زاهدان و اون اعتراضات همچنان در زندان به سر میبرن. و این یکی از خواسته های خانواده ها هستش، یکی از خواسته های مردم زاهدان و مردم بلوچستان هستش که حداقل کاری که میتونستن بکنن که این افراد بیگناه رو از زندان ها آزاد بکنن. ولی خب میدونیم که این اتفاق نیفتاده و احتمالا نخواهد افتاد تا زمانی که این حکومت هستش. و بسیاری از خانواده ها همین جمله
قصاص میخوان، بسیاری گفتن دادگاه عادلانه میخوان و در کل صحبت همین هستش، محاکمه عاملان و عاملان طبق همون چیزی که در واقع خودشون دارن اجرا میکنن برای مردم عادی. یعنی وقتی یک نفر اعتراض میکنه احکام طولانی میدن یا اعدام محکوم میکنن. حالا ما با حکم اعدام، حالا به عنوان یک فعال حقوق بشر، من در جایگاه خانواده اونها نیستم ولی مخالف هستیم، ولی این احکام هم یک جور به سخره گرفتن مردم هستش، یک جور پا گذاشتن روی خون افراد، بچه‌های بیگناهی هستش که تا اون روز کشته شدن. بیشتر از 17 کودک که شناسایی شدن اون روز توی اون جنایت کشته شدن و این کودکان فقط کسانی بودن که حتی بسیار از اونا شناسایی نشدن به خاطر اینکه شناسنامه نداشتن و این واقعا یک نسل کشی آشکار بود و اینجوری براش دادگاه برگزار کردن و جمع کردنش یک ضایع کردن بیشتر اون حقوق از دست رفته مردم بلوچستان هست. فریبا جان، من یه سوالی برام پیش اومد اینجا. یکی از دوستانم تو کامنت در مورد آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی نوشته بود. امروز نماز جمعه بود، ایشون آیا راجع به این دادگاه صحبت کرده؟ میدونم که در مورد موضوع سفر آقای پزشکیان به روسیه و قرارداد نظامی که قرار امضا بشه صحبت کرده، ولی در مورد این موضوع آیا ایشون صحبتی کرده؟ بله اتفاقا مولوی عبدالحمید هم امروز به همین مسئله هم اشاره کرد که در این یک هفته‌ای که این مسئله عنوان شده و حکم دادگاه اومده، مردم ازش بسیاری گفتن که چرا مثلا مولوی عبدالحمید اظهار نظری نکرده و اشاره کردن که ما قبلا هم گفتیم که خواست ما همون خواست خانواده ها هستش و بحث قصاص رو چیز کردن، یعنی مطرح کردن و گفتن که ما همچنان خواستار این هستیم که این پرونده رسیدگی بشه و ادامه داشته باشه تا زمانی که خانواده ها و کسانی که آسیب دیدن رضایت ندن و راضی نباشن. از نظر ما این پرونده تموم شدن، یعنی تموم شده نیستش و رضایت خانواده ها و اون چیزی که خانواده ها میخوان باید اجرا بشه. یعنی در واقع به صورت حال مستقیم و غیر مستقیم به ناعادلانه بودن این دادگاه و عدم رضایت حتی خودشون رو هم گفتن و عنوان کردند که ما قبلا هم، یعنی خود آقای مولوی عبدالحمید قبلا توی نماز جمعه ها و سخنرانی هاش خواستار این مسئله بوده و همچنان هم این رو یک دادگاه تموم شده به عنوان یک دادگاه تموم شده قبول نداره، همونجور که خانواده ها قبول ندارن. بله، اتفاقا یکی از فعالان مدنی که با ایران وایر صحبت کرده بود به این موضوع اشاره کرده بود که این پرونده تا زمانی که حقیقت روشن نشه باز خواهد موند از سوی مردم، از سوی قاطبه مردمی که دادخواه خون شهروندان کشته شده در روزهای جمعه خون زاهدان و خاش هستند. در واقع این پرونده تا روز اجرای عدالت باز میمونه. یه موضوعی که فریبا جان خیلی به نظر میرسه که حائز اهمیت، ما باید حتما بهش بپردازیم. ما تو هفته‌های گذشته موجهای عظیمی از بازداشت شهروندانی که در استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان بودن، مشخصا شهروندان اهل سنت رو داشتیم. این رو وقتی که در واقع در مقام قیاس میگذاریم با حکمی که الان صادر شده برای چند نفر از کسانی که گفته میشه داخل گیومه ماموران خاطی هستن بگذاریم، به نظر میرسه که در واقع یک نوع فشار بر جامعه برای اینکه سیاست‌های حکومت رو بپذیرن داره انجام میگیره، به خصوص در مورد شهروندان اهل سنت. دقیقا رقیه جان، همین صحبتی که شما کردیم ما هفته پیش هم اشاره کردیم در موردش، این موج بازداشت هایی که در کل کشور وجود داره مخصوصا برای شهروندان بلوچ، کرد و عرب. هفته گذشته توی بلوچستان 37 نفر رو دستگیر کرده بودن که به یک روستا هجوم برده بودن و 37 نفر زن و مرد رو با هم دیگه
کردن. این هفته هم یک ادعایی حالا به خود در واقع سپاه داشته بر مبنی بر اینکه دستگیری 15 تروریست در مرزهای سیستان و بلوچستان. خب این ادعا رو رسانه‌های حقوق بشری یک ادعایی میدونن که فقط برای این هستش که برای گرفتن بودجه های بیشتر، برای امنیتی تر کردن مرزها هستش، برای سرکوب بیشتر، فقط میخوان این مسئله رو مطرح بکنن و بگن که ما تروریست در واقع دستگیر کردن، در حالی که ما میدونیم که در قسمت استانهای مرزی یا شهرهایی که به مرز نزدیک هستن ما همیشه در موردش صحبت میکنیم. افرادی که اونجا رفت آمد میکنن بیشتر سوخت‌برها هستن که برای جابجایی سوخت به خاطر نبود مثلا کار و به خاطر امرار معاش یک سوختی رو جابجا میکنن، برای مرزها میبرن و اونها به بهانه در واقع تروریست بودن همین سوختبرانی که تنها راه امرار معاششون سوختبری هستش رو به سمتشون شلیک میکنن و دستگیر میکنن و بعدش هم اصلا مشخص نمیشه این افرادی که اونها ازشون نام گرفتن چه کسانی بودن، یعنی هیچ توضیح بیشتری نمیدن و تمام مردم و مخصوصا فعالان حقوق بشر بلوچ بر این باور هستند که اینها دارن زمینه ای رو با این حرف هاشون، یعنی وقتی کلمه تروریست رو بازداشت کردن 15 تروریست بر مرزهای سیستان و بلوچستان رو مطرح میکنن، فقط دارن یک پیش زمینه ای آماده میکنن برای امنیتی تر کردن، نظامی تر کردن و سرکوب بیشتر توی سیستان و بلوچستان هستش که ما این مسئله رو رقیه جان هر هفته هم شاهد هستیم. ما همین هفته هم مثلا حالا به جز این خبری که منتشر شد چندین مورد داشتیم از این که به سمت شهروندان شلیک کرده بودن، چندین کشته و زخمی و بازداشت‌های خودسرانه داشتیم. مثلا توی شهرستان رودبار جنوب که اونجا هم جمعیت بلوچ اونجا ساکن هستن، نیروهای نظامی و انتظامی باعث کشته شدن یک نفر، یه نفر رو کشتن، یک زن رو زخمی کردن، 2 نفر رو هم بازداشت کردن. به منزل این شهروند در واقع سعید احمدی فکر کنم 32 ساله هستش، به سمت منزل اون بدون هیچ هشدار و در واقع چیزی شلیک میکنن. بعد این شهروند میره داخل خونه که نوزاد خودش رو برداره که گلوله بهش اصابت نکنه، به سمتش تیراندازی میکنن و ظاهرا گلوله به کمرش میخوره و جانش رو از دست میده و یک خانم فکر میکنم نامادریشون بوده زخمی میشه و 2 نفر که اونجا بودن دستگیر میشن، ولی هیچ چیزی در موقع انتشار پیدا نکرده که چرا مثلا همچین کار دارن انجام میدن. البته خب این دستشون باز هستش، نیروهای نظامی و انتظامی، یعنی همشون اونجا به راحتی میتونن بدون هیچ حکم قضایی، یعنی اصلا نشان دادن حکم قضایی توی بلوچستان انگار هیچ معنی برای نیروهای سپاه، اطلاعات و نیروهای نظامی و انتظامی نداره و خب این همون بی‌ارزش بودن جان بلوچ رو بر اونها میرسونه. و حتی توی شهرستان خاش هم همین هفته ما یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروی نظامی کشته شده بود که ایشون هم 35 ساله بودن، یعنی داشتن یک خودروی 405 داشتن، پژو رو داشتن بوکسور میکردن با یک ماشین خودروی دیگه که بدون هیچ هشداری به سمتشون شلیک میکنن و این شهروند متاسفانه جانش رو از دست میده. و اینقدر خودسرانه، همه رفتارهای خودسرانه اینجوری بازداشت‌ها و کشتارها خیلی زیاد بوده. فقط یه مورد دیگه هم که مثلا من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که ما این مورد رو خیلی قبلا در مورد سوختبرها مخصوصا زیاد داشتیم که خیلی توی مسیرها، توی در واقع بازرسی ها ازشون باجگیری میکنن. یک جایی که اگر یک سوختبر رو گیر بندازن، اگر مثلا زنده دستگیرش بکنن و اگر باج نده مثلا خب بازداشتش میکنن، ماشینش رو توقیف میکنن یا هر بلای دیگه سرش بیارن. این هفته هم ما یک گزارشی داشتیم که مدارک شناسایی یک شهروند بلوچ رو پاره کرده بودن به خاطر اینکه این شهروند حاضر نبوده که بهشون باج بده یا مثلا اون مبلغی رو که خواسته بودن بهشون بپردازه. ظاهرا ازش درخواست کردن که با برده بودنش منتقلش کردن به پاسگاه و ازش درخواست کردن که سطل زباله بگیره واسه پاسگاهشون و این بنده خدا ظاهرا مخالفت کرده و تمام مدارک شناسایی که همراهش بوده رو پاره کردن و از بین بردن، کارت پان خدمت، کارت سوختش و گواهینامه‌ش رو. و همینطور هم متاسفانه کشتار سوختبرها رو داشتیم، به خاطر تصادفات جاده‌ای داشتیم و یک نفر هم در شهرستان خاش متاسفانه با تیراندازی همون افراد مسلح ناشناسی که هیچ وقت مشخص نمیشن هم کشته شده این هفته. یک
یک آخرین چیزی که میخوام بگم، البته این چندین نفر دیگه هم بودن که هم یه سوختبر توی شهرستان میرجابه، ایشون هم زخمی شده با تیراندازی های نیروی نظامی، و یک خواننده بلوچ هم این هفته، یه خواننده‌ای که به اشعار بلوچی میخونده، ایشون هم به سمت مغازش شلیک شده و توسط افراد مسلح ناشناس و کشته شدن این هفته. خیلی متشکرم فریبا جان. با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمامه، اگر که نکته دیگه ای هست شما میخواید بهش اشاره بکنید ممنون میشم. اگه نه، اگه به زبان بلوچی هم با همراهان عزیزمون صحبت کنید ممنونم. مرسی ما این هفته خب خیلی خبرهای زیادی مخصوصا در مورد مسئله بی‌آبی و آلودگی آب آشامیدنی داشتیم. چندین خبر از شهرهای مختلف بلوچستان منتشر شده بود از اعتراض شهروندان نسبت به این مسئله، که من فکر می‌کنم باید در مورد این مسئله یه روز به صورت مفصل صحبت بکنیم، چون این موضوع مخصوصا الان هر روز داره بیشتر میشه. یعنی همون روستاهایی هم که آب آشامیدنی دارن، ویدیوهای زیادی این هفته منتشر شده بود که اون آب آشامیدنی در مناطقی هم که وجود داره بسیار آلوده هستش و شهروندان ویدیوهای ارسال کرده بودن از اینکه چجوری اون آب چقدر آلوده هستش و چقدر آب شوری هستش که اصلا قابل آشامیدن نیستش. و خب من فکر می‌کنم همونطور که گفتیم باید در مورد این به صورت مفصل تر این بحث صحبت بکنیم. بله خب حق شهروندان بر محیط زیست همیشه مطرح بوده. ما سعی میکنیم که در واقع توی برنامه مجزا راجع به این موضوع بیشتر حرف بزنیم. از همراهان عزیزمون به ویژه مردمی که از منطقه بلوچستان هستن خواهش میکنیم که اگر دیدگاه یا نظری دارن یا تجربه‌ای دارن برای ما بنویسن، ارسال کنن. میتونن از طریق اینستاگرام ایران وایر یا در واقع info@iranwire.com برای ما بنویسن. مرسی فریبا جان، من دیگه زمین رو به شما میسپارم برای اینکه مرسی رقیه جان. من فقط میخوام که یه چند کلمه به زبان بلوچی در مورد همین حکم دادگاه نمایشی که وجود داشته صحبت بکنم. مرسی از همه دوستانی که تا الان با ما بودن و به ما گوش دادن. ممنون از که همیشه هر هفته همراه ما هستید. درود و درهباتگشون توی عزیزین برات و گوهرانا که مروچی هم چون گستگی هفتگا گمهور رو همراه بوده و بلوچستانی حالا احوالا این هفتگا هم بلوچستانی حالا وشین متاسفانه حال نبودتگن تو برای یک پردردی گپی که هستد این هفته شید که بعد چه 2 سال و نیم که جمهوری اسلامی تا یک روز جمهوری اینا گیشت 100 نفر شمی محلوک و مردمانی کشت و گیشت 300 نفر تپی کرد. 2 دانه داد ایتی 2 سال نیم فقط 2 دانه دادگاه آیا ای باره و برگزار کرده که تی دوین دادگاه ها هیچ کجایش محلوک و خانوادانی که آنی زهگان کشک بودن بازی کسی رو بودن راهش ندادن تو بازی هم کسانی که تپی بودن تو آیانش هم بودن هور نکرده بوده با چه 2 سال و نیم فقط 2-3 نفرش یافته بوده محاکمه کرده و گوشتهش که مثلا یه ما نتونته پجا بیارین و نزانه که مردمان طرفا تیراندازی کرده و به همین خاطر فقط چند نفر سربازش بوده محاکمه کرده و بشش 10 سال بود. ای هبر وعدی که شنگ بود بازی نفری شبلوچ مردم خاص آنی که آنی زهگ و عزیزان ای با ای جمعه خونین تا آن شد دست داد تگه ای بابت اعتراضش کرده و ایشی یک نمایشی دادگاهی زانند و بازی کسی هم این مطلبی اشاره کرده که چون کاوت جمهوری اسلامی وحدی که مردمان یک نفر آن شانی بسیجیان یا سربازان کشته بیتن بازی نفر آباد یک نفر اعدام کنه همین زن زندگی اعتراضات 3 نفر آن بابت یک بسیجی اعدام کو بازی نفر بازی حکمان داده. ولی الان چیزی که برام مهم نه جان بلوچه آیا یک جایی یکیش خانوادانی برای که برای هر کجایی شانی همین مامورانی که متهم کردگان برای هر کجایی 2 نفر 3 نفر وکیل بوده ولی برای کل این خانوادهانی که آن زهگان کشک بودن کلا 2 دانه وکیل بودن آب دوی هم وکیلان که وقت دادگاه آنا مشخص کرده. بازینش همین خانواده هم گپش چیه که ما قصاص لوتیم بازین گوشن که ما دادگاه قبول نهیم تو و ایمی دادخواهی و ایمی زهگانی هون نباید پایمال ببیتیم. من شما پک دستبندی کنم که ای باره و اوتی توار بلند بکنیم
ای اتفاقی که کبت پی خانوادم فقط آنی مشکل نهشی ماشم کل بلوچ راجی مشکله وقتی که ماشما ای باره و ای ظلمی باره و گپ مکنی و توار بچست مکنی ای هر رشد بلوچستان اتفاق داری که بیته وحدی که تنها ظلم وحدی گاره بیته که ما همدیگری توار به گوتو پاکی کر همدیگر به یک وحدی که کر هم ببین همدیگری توار چست بکنی بلکه آزمان ای ظلم گار بیته و من چشم دست بندی کنم تمام مردمانی که آنی زهگان آنی عزیزان ای جمعه خونینا کشک بودتگن تپی بودتگن آنی توار ببی و مهلی ایک توار ای توار جمهوری اسلامی خاموش بکن تا سلامت باته تا دیمی هفتش و منتوار بون که ای لایوا هم گوتی دوست و عزیزا همراه هم شنگ بکنی سلامت خیلی متشکرم، خیلی ممنون فرید جان و خیلی ممنون از همراهان عزیزمون. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید روز و روزگار بر شما آسون بگذره. ممنون از ممنونم. روزتون خوش. قربان شما. خدا نگهدار.